یکی بی او یکی هم نبی. 2 تا به چی دو قلیچی بدن اسمشون جقور و بقور بی. جقورچی یقه پخمه و همچی به کار نخور بود. هرچی بهش میگفتن مثل کله دهن وا زل میزد تو چشات و از جا نمیخورد. ننه جقور رفت تو فکر. خدایا بارالله پروردگارا چه خاکی بریزم تو سرم با جقورچی. صبح خونه کیا خراب میخواب بکنه خدا عالم. اما پقورچی خوب زلبی ورتی زودی میکرد و مثل هل میدوید تا دم دکونا و فرمون میبرد. یکی از روزا خدا بابا جقوری ورداشت هشتش در نیکانی که اوسموسا تا بلکن یه چطویی به چه در بیاد و صبح مایه توف و لعنت براشون نشه. آخه بدبختی اخلاقم نداشت، نه قیافه، هیچ به درد لاجلزم نمیخورد. اوسموسا هرچی تو چشا پلش میگه آچار را بده، آچار را اوی بچه آچار را بیار. هاج و واج نگاه کرد. هرچی گذشتید نه نمیشه هیچی هش به امیدش اخراجش کرد. جقورچی خار و زار برگشت خونشون. هشتنش سلمونی تا بس که بی حال بود جا قیچی موها مردم و با چاقو میوه پوستکنی که همون دم دستش بود عقوده کند. از همونجا هم اخراج شد. ننه جقور به باباش گفت مرد ای به کی رفته همچی آمندیه او پریدم به همه آباد هم کردن نه اینجوری ها وای وای وای. باباش اومد گفت بیا ای چی شکمش خیلی هست پی شکمش بیا تا سیب بیچینیم دو دم درباراش بگو خب بینیم میره پیشون بخوره لجن زده ها را ول کن یقدر تکون بخوره جاش. 7 تا سیب هشتن از جلو تخت خوابش تا در دکون بقالی. دیدم وی سخنی سیبارا چلی کرده و گو چون کرده و رفته بس نشسته تو دکون بقالی. بعد اومدن انقدر با شاگرد بقالی اختلاط کردن تا بالاخره استخدامش کرد. او وقت باباش هر روز همین کارا میکرد. سیبا را میچید تا جقورچی گوش کنه و برد سر کار. همین قصدمون همه بود. لنگ بودید چی طور ها؟ پی چی میگردید؟ بقورچی هم معلوم نشد از ای وسط چی طور شد. هم یه ورتیزونی کرد فقط. ای خوشتون اومد منو حمایت کنید و لایک کنید. خیلی ممنون.